ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنوید. گفتار 16. یوزباشی با لباس خانگی تگمه یک تهکرته خود را کشاده، سر سینه خود را برهنه کرده، با سرباز بچه‌ای که تخمیناً 15-16 ساله بود قرطه بازی کرده می نشست. یوزباشی چشمش را از قرطه های در دستش بوده نکنده. چی گپ ده باشی؟ گفته از سرباز احوال پرسی کرد. هیچ گپ نه، از دولت شما کار قربان را هم برابر کردم، گفت سرباز. یوزباشی باز با همان بی‌پروایی اوله. چه طریقه برابر کردی؟ گفت. هم 300 تنگه می دهد، هم آدم خریده می دهد. یوزباشی یک بار قرطه را به زمین پرتافته یک وضعیت جدی گرفته. هم پول می دهد هم آدم؟ این چگونه جادوگریست که تو کردی؟ راستش را گوی. من کی به شما دروغ گفته بودم؟ شما راستش را گویید که از همین 300 تنگه به من چند تنگه می دهید؟ اگر به زمی آدم یافته دادن 300 تنگه هم دهد، به تو 50 تنگه می دهم. این کم است؟ زیادتر دهید. 50 تنگه هم پولی کلان. به سر کرده یگان چیز نداده این پول را آش کردن ممکن نیست. کمش 100 تنگه به آنجا هم می رود. پس به خودی من چی می ماند؟ تیز باش گوی. چی طریقه کردی؟ هنوز من باور نمی کنم. من یک جوان بی کسی طالبی سربازی را یافته به خودش نفهمانده او را به قربان به بدل 300 تنگه فروختم. اکنون گپ همین که آن آدم را به دفتر به جای قربان گذرانید. هر وقت که قربان پول را رساند خودش را آزاد می کنیم. این جوان چند سال است؟ سرباز به زیر چشم به سرباز بچه‌ای که با یوزباشی قرطه بازی می کرد نگاه کرده. باید 20 ساله یا زیادتر باشد، لیکن خودش آنقدر دلکش نگفت. خب کی کار را برابر میکنی؟ کار برابر شد. این جوانی سرباز شونده هم در تگ دروازه حاضر است. نموری نوروز، تو را بیهوده نوروزی زور نمیگویند. هر کار زور را تو با آسانی برابر میکنی. به سرباز بچه نگاه کرده. خیس باید یک چلیم انداخته دی. سرباز بچه به سرخانه چلیم آتش مانده آورده پزانده اول به یوزباشی داد. یوزباشی پس از کشیدن چلیم به سرباز بچه گفت. چلیم را قند کرده به 10 باشیدی. از این پول به تو هم یک کله پوچی تاس خریده می دهم. سرباز بچه اول چلیم را خود کشیده، پس از آن به نوروز داد. نوروز پس از کشیدن چلیم از مهمانخانه برآمده در 2 دقیقه یادگار را گرفته آورد. یوزباشی پس از پرسیدن نام و جای یادگار به نوروز گفت. این را ببر به میرزاخانه سرکرده. نامش را در دفتر گذران. کلوچه و چلوار هم گرفته دی. پس از آن باز به اینجا بیار که تا رام شدنش در خانه ما خدمت کرده گردد. یادگار سرباز شد. باز یک سرباز خرسندی که احتمال در میان 12,000 سرباز امیر غیر از عملداران یگان نفر هم به درجه این خرسند نباشد. وی به زودی به کوهستان می رود. باز به یک ترتیبی می رود که از این شابه وی هیچ چیز گفته نمی تواند، زیرا وی سرباز امیر است. 10 باشی گفته بود که اگر تو سرباز شوی پدرت، مادرت و خوجینت به تو چیزی گفته نمی تواند. بعد از آن که به کوهستان رسید کار آسان است. یا گلنار پیش او می آید و یا او پیش گلنار می رود. برای یک غلام از آزادی بیشتر و برای یک عاشق از وصال جانانش خوبتر کاری نیست.
یادگار هم غلام بود و هم عاشق و اکنون از غلامی آزاد شده بود و با سفر کوهستان زود است که به جانان خود نیز واصل می شود. به بالای این در بدل هر هفته 3 روز 2 ساعتی مشق کردن و 1 روز قراولی کشیدن ماهی 20 تنگه از خزینه می گیرد که این برای وی یک دولت کلان است. اگر در روزهای فارغ شدنش از خدمت سربازی کاری کرده 54 دیگری یابد، این نور بالای نور می شود. یادگار این گونه خیالهای شیرین می کرد. افسوس که این کارها موافق چشم داشت او نبرآمد و سخن خانه به بازار راست نیامد. این آرزوها و این امیدها بسیار دیر نپاییدند. روزی سفر دسته معین شد. عرابه و شترهای مردم برای سفر دسته از طرف پادشاهی به دست گرفته شدند. سربازهای این دسته هم برای تیاری سفر و دید و بازدید و خویش و تبار 1 هفته از مشق آزاد شدند. در همین وقت از لشکرباشی به سرکرده دسته به این مضمون فرمان آمد: در دسته تان هر چند نفر سربازی که وطنشان در آن طرفی چکچکی بزغاله باشد معلوم کنید. آنها را به دسته دیگر گذرانیده به جای آنها از همان دسته به شما آدم داده می شود. در اجرا کردن این فرمان اول کسی که او را از دسته رونده کوهستان جدا کرده به دسته دیگر دادندش یادگار بود. هیچ بلا و هیچ مصیبت به سر یادگار با این درجه سختی نیامده بود. او پس از امیدواری های بسیار یک بار ناامید شد که این از سخت‌ترین روز هاست. فصل 15. موسیقی نو برآمد. یادگار پس از گذشتنش به دسته دیگر و رفتن دسته اولیش به کوهستان غیر از به تقدیر تن دادن چاره دیگری نداشت. بنابراین با راهبری سربازان کهنه از سرای تکیشور بخارا که در طرف شمال مدرسه کوکلتاش واقع است به بدل هر ماهی 5 تنگه 1 حجره به اجاره گرفته به سربازی و استقامتی بخارا دل بست. لیکن هنوز دلش از ترس دنبالگیری عظیم شاه آرام نگرفته بود و گمان میکرد که وی آسان از دامنش دست نخواهد کشید. خوشبختانه دلش از این اندیشه فارغ شد. یکی از گوسفند جلابان او به چولیگی که هر روز بعد از بازار به آن سرای آمده حساب خود را دیده می رفتند به یادگار خبر داد که عظیم شاه پس از غایب شدن یادگار چندی جستجو کرده عاقبت از سرباز شدنش خبر یافته است. چون خواسته است که برای به دست درآوردن وی کوششی کند، فتح‌الله بای او را از این کار باز داشته گفته است که اگر یوزباشی یا سرکرده داند که تو خوجین یادگار هستی، اول آن که وی را به تو برای ستاندن حق خدمت دعوا میکنانند، دوم آن که اگر وی از سربازی گریزد از تو به بدل وی آدم طلب میکنند، آن بی که دیگر در پی این گونه خدمتگاری سرسری نگردی. خوجین هم با این مصلحت رضا به قضا داده از دعوای به دست درآوردن یادگار درگذشته است. بعد از ناامیدی از رفتن کوهستان این خبر که غلبه یادگار را به عظیم شاه به شرافت سربازی نشان میداد دل او را خیلی قوی کرد و با دلی گشاده به مشق و قراولی مقرری دوام کردن گرفت. 1 روز پنجشنبه بعد از تمام کردن مشق در وقتی که سربازان رخصت میافتند یوزباشی همه آنها را به یک جا هم داشته گفت که امروز شما آزادید. فردا سری آفتاب همه‌تان به حوالی من آید که جناب لشکرباشی میخواهند که 4 باغ بنا کنند. همه‌تان به آنجا به بیگاری کاری بیمزدی مجبوری پادشاهی می روید. هر کس که از این کار گردن تابد مانند آن که از مشق گریخته باشد جزای سخت می بیند. فردای آن روز یادگار به حوالی یوزباشی رفت. سربازان دیگر هم یک
دو آمدن گرفتند، اما هیچ کدام آنها دست خشک نبودند. یکی یک جوال خربوزه، دیگری 2 کجاوه انگور، سیومی یک جوال جو، چهارم یک سبد تخم، پنجم یک گاودوش روغنی زرد و مانند اینها چیزها داشتند. هر کدام اینها چیزهای خود را به یوزباشی پیشکش کرده، عذری گفته از بیگاری آزاد شده رفتند. اما یادگار و چند نفر دیگر که دست خالی بودند به کار فرستاده شدند. بیگاری ماها دراز کشید، اما در تمام شدن کار چارباغ امیدی نبود، زیرا جایی که اینها با وی کار کرده چارباغ ساختنی بودند تخمینا 100 تناب زمینی چیمتال بود که این زمین را اکرم بیک توپچی باشی به دست درآورده میخواست با زور آباد کند و نام این چارباغ را هم موافق خودش زورآباد نهاده بود. اما سربازانی که در آنجا کار میکردند به وی نامی ظلم‌آباد داده بودند. بنابراین این چارباغ در زبان مردم با 2 نام شهرت یافت. به یادگار که در بخارا غیر از ماهانه سربازی درآمد دیگری نداشت، این بیگاری بی پایان زور آورد. 20 تنگه ماهانه سربازی که 5 تنگش به اجاره حجره، 1 تنگش هم به کاتبان میرزایی دسته می رود، به خوراک و پوشاک نمی رسد. بنابراین یادگار مجبور شد که 1 هفته به بیگاری نرود، به جای آن هم مالی یا مردی کاری کرده یگان کمی خود را پر کند. یک روزی 3 شنبه‌ای که 3 روز پیش از آن پی در پی یادگار به بیگاری نرفته بود، در میدان مشق او را دستگیر کرده لباسهایش را از تنش کشیدند، 1 دول سربازی را به زمین نهاده یادگار را تنی برهنه به بالای آن خوابانیدند. 1 سرباز 2 دستش را و سرباز دیگری 2 پایش را به زمین زیر کرده ایستاد. با 1 فرمانی که به واسطه کرنه داده شد، تمام دسته اطراف را قلعه‌وار گرفته به وضعیت سلام التقا را به پیش روی خود نهاده راست ایستادند. از گروه موسیقی نوازان دسته 1 نفر دلچه خود را به گردن خود آویخته به بالای سر یادگار راست ایستاد. 2 یسوول 2 چوب دست جوبید را به دستها گرفته به 2 پهلوی یادگار راست ایستادند. بعد از حاضر باش گفته فرمان دادن یوزباشی، چوب ها بر هوا بلند شدند. دهلزن هم نغاره چوب های خود را برداشته منتظر فرمان دیگر شد. زن! با این فرمان دهلزن به هوای ریز نواخت. یسولان هم به آن هوا با چوب دست های خود به پشت برهنه یادگار زدن گرفتند، مگر صدای دم دم دمی دول با آواز شرط چوب همراه شده تأثیر خوبی می بخشید که علامت شادی و خرسندی از وجاهت سرکرده یوزباشی و عملداران دیگر هویدا بود. اما از آنجا که روی یادگار به زمین بود کسی نمیدید که وی هم علامت شادمانی نشان میدهد یا اندوهگینی. از وی صدایی شنیده نمیشد، اما معلوم نبود که وی با تأثیر این موسیقی تازه برآمد مدهوش شده بود یا ناله حزینانش مانند آواز تنبور در زیر گنبوری نغاره پخش شده بود. این موسیقی نوازی خیلی کشال یافت، اما سرکرده و عملداران از شنیدن آن هنوز سیر نشده بودند، مگر دست یسولان چوب زن مانده شد که پی در پی به سرکرده نگاه کردن گرفتند. سرکرده هم به حال آنها دلش سوخته به یوزباشی اشارتی کرده. یوزباشی اسمیرنا گفته فرمان داد. نغاره خاموش مانده، برابر آن صدای شرط چوب هم دیگر شنیده نشد. با 1 فرمان آزادی یوزباشی سربازان پراکنده شده هر کدام به هر طرف رفتند، اما یادگار مانند لاشه بزیکی در معرکه کوبکاری افتاده باشد به حالتی که گوشت‌های بدنش برده شده خون می‌شارید در میدان ماند. پس از رفتن سرکرده و عملداران
چند نفر سربازانی که آنها هم در سرای تکی شور منزل داشتند زنبری آورده یادگار را در وی انداخته برداشته به منزلی خودش رساندند. سرای تکی شور تخمیناً 20 آرشین مربع فراخی داشت. آشیانه زیرینش از سطح کوچه 2 آرشین چقورتر بود. از بس که در اینجا دهقانانی به شهر آمده اسب و خر خود را می بستند، همیشه با سرگنی چارپایان پر بود. در آشیانه دویمش که همه هوا و ضیا را به واسطه این خرخانه می گرفت، به قطار چند نفر سرباز دیگر حجره را یادگار برای خود منزل کرده بود. به یادگار که در هوای تازه و بیغبار کوهستان کلان شده بود، هوای اینجا خصوصا بعد از مجروح شدن بدنش با ادب چوبی سربازی بسیار بد تأثیر کرد و روز تا روز حالش دیگرگون شدن گرفت. رحیم روغنگر که اجاره دار آن سرای بود، به وعده خراجاتش را از ماهانه ستاندن با رضای یادگار برای طبابت اشور جراح را آورد. اشور جراح که شکمش از غایت فربهی یا پربادی از خودش 1 آرشین پیشتر می گشت، به آشیانه دوم به منزل یادگار با زینه برآمده نتوانست. در دنیا هیچ کاری بی علاج نیست. اگر خر را پیش بار بردن ممکن نشود، بار را پیش خر می آرند. اگرچه جراح را پیش بیمار برآوردن ممکن نشد، بیمار را پیش جراح فراوردند. اشور یادگار را بر روی پاره‌ها خوابانده زخم‌های او را دید و برای او مرهمی تیار کردنی شده دیگ و کوره فرمود. رحیم روغنگر دیگ چوین آشپزی خود را به بالای کوره آهنی شنانده اسباب مرهم پزی را تیار کرده داد. جراح در دیگ تخمیناً 1 قداغ روغن زغیر را انداخته گرم کرده، پس از آن در وی مقدار بنگدانه و زغیر کوفته را با کتی گلابی، دهنی فرنگ و قنبیل همراه کرده انداخته تا مانند خمیر نرم و غلظ شدن آنها جوشانید. پس از سردتر و دسترس شدن این مرهم لقمان حکیمی وی را به سرتاسر زخم‌های یادگار مالید. چغبوت کورپچه جای خواب یادگار را که از غایت کهنگی استر و ابرش فسرده شده بود، از بالای مرهم مانده با سله نیمتیبیتی وی که در دره نیهان در وقتی دستگیر شدنش دست و پایش را یسول با آن بسته بود محکم پیچانده بربست. دست من نیست، دست لقمان حکیم. اگر عمرش باقی باشد البته بیه می شود، گفته پس از ستاندن موزی خدمت خود جراح رفت. بعد از 5 دقیقه به فریاد و فغان یادگار طاقت کرده نمی شد. از برای خدا جراحت های مرا کشاده مرهم را از بدن من رفته گیر، گفته به رحیم زاری می کرد. رحیم 1-2 ساعت را با تسلی و نصیحت گذرانیده باشد هم دیگر ممکن نشد و زخمها را کشاده مرهمها را رفته گرفت. سر تا سر بدن یادگار مانند روی سرآماس شدگان آماس کرده بود. آدمی از گل نازک و از سنگ سخت گفتند. گاها با وزیدن بادی سردی به شوشش زندگی را ودا می کند و گاها با وجود عذاب و عقوبت‌های برداشت ناپذیر خودش هم خواهد هم مرده نمی تواند. یادگار هم پس از جانکنی های بسیاری بعد از 1 ماه قدری بهتر شده به پا خست، لیکن هنوز ملتق برداشته نمی توانست. بنابراین روزی ماهانه سمه ملتق را برداشته به ریگستان رفته در قطار سربازان ماهانه خود را گرفت. اما از آنجا که وی در مدت این 1 ماه بیماری به مشق و قراولی رفته نتوانسته بود، یوزباشی پس از در تخت پل به حضور خوشبیگی به دست وی دادن ماهانه 10 باشی را از دنبال فرستاده در ریگستان از دست وی ماهانه را باز ستاند. به همین طریقه امیدهای رحیم روغنگر هم به هوا رفت. فصل 16 قرض هندو. یادگار را
عمرگذرانی سخت شد. به اشتها آمده بود، اما چیزی نداشت که بخورد. قوت نداشت که حمالی و مردکاری کند. به بالای این خراجات رحیم روغنگر را هم کم و بیش از جای یافته دادن در کار بود. اما از کجا؟ به این پرسش یادگار به سر خود جواب داده نمی توانست. دشواری حالش را به سرباز همسایه حجره خود گفته از وی مصلحت جست و گفت این کار بسیار آسان است. سربازی نیست که وی همیشه محتاج و معطل نشود. در این گونه وقتها حاجت براری ما هندویانی فایده خورند. اگر خواسته باشی بیا با من می رویم پیش یک هندو که به من قدردان و بارها با من معامله کرده است. خب بیرویم، گفت یادگار و هر دو رفتند به سرای هندو به حجره بایموتی. مگر یگان درد داری که پیشی ما آمدی نیمت؟ گفته بایموتی از سرباز شناسایی خودش جای احوال شد. نیمت جای استقامت، نام و به کدام دست داخل بودن یادگار را گفته برای وی به قرض پول دادنش را از بایموتی التماس کرد. ما سربازان جناب عالی را، بایموتی گفت، بسیار رعایت می کنیم، بی کفیل، بی گروی و بی خط کاغذی پول دادن می گیریم. لیکن هر سربازی که به وعدهش وفا نکند دوباره به وی قرض نمی دهیم. یادگار باش، شما هم اگر همین قاعده ما را از یاد نبراری همیشه صندوق ما برای شما کشاده است. خب چند تنگه در کار؟ 20 تنگه، گفت یادگار. نه اینطور نمی شود. شما در هر ماه 20 تنگه ماهانه می گیری. اگر 20 تنگه قرض کنی پس فایده پول ما را از کجا یافته می دهی؟ 15 تنگه بگیر. هفته 5 تنگگی در 4 هفته می دهی به ما 20 تنگه. این می شود برابر ماهانت. یادگار می خواست هفته 5 تنگگی دادن را رد کرده همش را یک جایه از ماهانه دادن را وعده دهد. نیمت در میانه افتاده شرط بایموتی را قبول کنانید. یک نوکرده یافته دادن میگیری، گفت. یادگار راضی شد. بایموتی از طاق حجره خود یک چوبی نیمالچینی 4 تراش را گرفته به یک طرف آن نام یادگار، مبلغ قرض و تاریخش و مهلتهایش را با خط هندوگی نوشت و پس از آن در صندوق خود را گشاده 5 تنگه سفید و 10 تنگه پول سیاه را به گردن یادگار بار کرد. بعد از برآمدن از حجره بایموتی نیمت گفت اگر شرط وی را قبول نمی کردی پول نمی داد. امروز پول را به دست در آورده درد خود را درمان کن. فردا مهلتش رسد فکرش را در همان وقت می کنی. تا آمدن تبر کنده می آساید گفتند. در سر هفته پیش از آن که یادگار از خواب بیدار شود در حجرهش تق تق شد. یادگار بیدار شده در جای خواب خود نشسته از ترقش در نگاه کرد که در بیرون یک شخص به تنش یک جامه بخار دوختی سیاه دارد و میانش از روی با ریسمان کنبی بستگی است. به پیش در راست ایستاده است. از جایش خیسته در را گشاد. این بایموتی بود. از هنوز خشک نشدن نقش چلیکی سرخی به پیشانش زده شده معلوم می شد که بعد از غسل پگاهیش پیش از آن که چیزی خورد زود برای طلب پول آمده است. یادگار را دیدن زمان یک خلطه پرچوبی را که در بغل داشت کافته از میان خط چوبی به نام یادگار نوشته شده را یافته برآورد. خوجایین، هنوز من پول نیافتم. امروز تیار میکنم، فردا بیایید بگیرید، گفت یادگار. خیر، امروز به خاطر سرباز جناب عالی بودنت خواهشت را قبول کردم، اما فردا به وعده‌ات وفا کن. خب، گفت یادگار. هندو رفت. فردا باز اولی پگاهی هندو حاضر شد، اما یادگار هنوز پول نیافته بود. باز تا فردا مهلت دادنش را التماس کرد. هندو شوریده: دیروز باقی، امروز باقی، فردا باقی، تا کی باقی؟ پولی مرا پیدا کن، گفته از گریبان یادگار کشید. جنجال بالا گرفت. سربازان دیگر هم از خواب بیدار شده برآمدند. رحیم روغنگر هم چگب چگب گفته آمد.
سربازان و رحیم همگی گاه خوش آمد گفته گاه دوغ زده عاقبت هندو را راضی کردند که تا هفته دیگر صبر کند و بعد از آن بی ترک هفته 5 تنگگی گرفتن گیرد. اگر این داده نتواند من می دهم گفته رحیم کفیل شد. یادگار هر روز بعد از مشق حمالی مزدوری کرده هر هفته به سر وعده پول هندو را دادن گرفت تا سر ماهانه 3 هفته گذشت که در این مدت 15 تنگه به هندو سپرد. فصل 17 هندوی سلناک. یک روز وقتی که یادگار از مشق آمد رحیم روغنگر یادگار خبر خوش را شنیدی؟ گفته وی را پیشواز کرد. چه خبر؟ گفت یادگار. وای متی مرده است. نه چرا نه؟ حاضر مرده وی را به بیرون شهر برای سوختن میبرارند. دیروز به من وا خورده البته 5 تنگه باقی مانده رو فردا میدهی گفته تعیین کرده بود. چی شد که وی در یک شب مرد؟ شوخی نکن. مردن شوخی ندارد. خدا کافران را بیمار نکرده میکشد، زیرا اگر بیمار شوند عجب نیست که هوشیار شده توبه کنند مسلمان شوند. در آن وقت گناههایی در دنیا کردهشان بی جزا میماند و مفت به جنت میدرآیند. من تا به چشم خود نبینم باور نمی کنم گفته یادگار دوان به سرای هندویان رفت. به در سرای بچگانی شهر چوب‌های یک آلچینی را به دست گرفته رام رام ستی بیگناه رفتی گویان رقص می کردند و چوب‌های در دست داشتهشان را به یکدیگر به صدای هجای سخن‌های در بالا نوشته شده می زدند. یادگار پس از قدری تماشا کردن بازی بچگان به درون سرای درآمد که درهای همه حجره‌های هندویان بسته است. خودهاشان با جامه‌های سیاه یک رنگی بخاری دوخت که میانشان از روی با کنپچه بستگی بود به در حجره بایموتی صف کشیده می ایستادند. به سر همه‌شان تلپکچه‌های 4 ترک چاررخی بیلبکی نو بود. خالی 4 چلیکی در پیشانی زدهشان هم از خالهای عادی هر روزهشان خوشاب و رنگتر می نمود. لیکن در بغلهاشان خلطه های پرخط چوبی که یادگار هیچگاه هندیان را بیوی ندیده است و از آن خط چوب ها بسیار می ترسید نبود. یادگار قدری این احوال از عادت بیرون را تماشا کرده ایستاد و جرأت نکرد که مرده یا زنده بودن قرضهای خود را از کسی پرسد. در این وقت هندوی جلیدمویی که به طرف از میان پایان خود یک لنگی پیچانده لنگی دیگری را از سر کف راستش با زیر بغل چپ و سر سینه خود گردانده با پشتش پرتافته بود از حجره بایموتی برآمد. این هندی جلیدمو غیر از این 2 لنگی نه به سر نه به بر نه به پای خود دیگر پوشاکی نداشت. هندویان صف بسته ایستاده به این جلیدمو با یک وضعیت احترام کارانه نگاه کرده ایستادند. جلیدمو پس از قدر خاموش ایستادن با هندویان دیگر نگاه کرده چیزی به زبان هندوگی خواند و بعد از آن همگی یک باره رام رام ستی رام رام ستی گفتند. بعد از این هندوی جلیدمو یک جوالچه را که به سر حجره بایموتی ایستاده بود گشاده چوب‌های نیمالچینی 4 رخ را برآورده به هر یک هندو 2 دانگی داد و خود چیز خوانده مانندی فرماندهان دسته موسیقی یک دست خود را به هوا برداشته اشارتی کرد. با این اشارت همه هندویان چوب‌های در دست داشته خودهاشان را با یک آهنگ منتظم به یکدیگرشان زده همه با یک آواز رام رام ستی رام رام ستی گفتن گرفتند. در این وقت 4 نفر هندوی جلیدموی دیگر نردبانی را که بر بالایش چیزی را خوابانده با لطه پیچانده بودند برداشته از حجره بایموتی برآمدند و به در سرای نگاه کرده به راه در آمدند. هندوی جلیدموی اولی پیش این نردبان راه می رفت و چیزی می خواند. هندویان دیگر از دنبال نردبان چوب زنان و رام رام ستی رام رام ستی گویان
روان شدند. شما گفتار 16 را از سلسله خوانش بدیعی از داستان استاد صدرالدین عینی داخونده شنیدید. راوی حبیب الله عبدالرزاقوف.